فصل اول، طبقه بندی دیدگاه‌ها درباره ماهیت جهان هستی. درک انسان از جهان هستی پیش از آن که حاصل مشاهده، تجربه یا استدلال باشد، ریشه در نحوه نگاه او به واقعیت دارد. انسان‌ها پیش از آن که جهان را توصیف کنند، آن را در چارچوب‌هایی می‌فهمند. چارچوب‌هایی که ساختارهای بنیادین شناخت را می‌سازند و مسیر اندیشیدن را تعیین می‌کنند. این چارچوب‌ها همان دیدگاه‌ها یا پارادایم‌های اولیه فهم جهان هستند. دستگاه‌هایی که نه تنها پاسخ‌ها را شکل می‌دهند، بلکه نحوه طرح پرسش‌ها را نیز هدایت می‌کنند. نخستین گام برای فهم معماری هستی تشخیص این واقعیت است که بشریت در طول تاریخ جهان را نه تنها از یک زاویه نمی‌بیند، بلکه جهان در نگاه او بسته به نحوه مواجهه‌اش سیمای متفاوتی می‌یابد. گاهی جهان صحنه روایت‌های مقدس و نیروهای فوق طبیعی است، گاهی محصول اراده الهی، گاهی میدان استدلال‌های عقلانی فیلسوفان، گاهی نتیجه قوانین متافیزیک بنیادین، گاهی ساختاری قابل مشاهده، مدل سازی و آزمون علمی و گاه عرصه باورهایی که در مرز میان علم و خیال قرار می‌گیرند. به بیان دیگر، تنوع دیدگاه‌های بشر درباره ماهیت جهان نه از سر اختلاف سلیقه، بلکه ناشی از تفاوت در منطق فهم و روش تبیین است. هر دیدگاه ابزارهای خاص خود را برای تفسیر واقعیت به همراه دارد و همین ابزارها تعیین می‌کنند که جهان چگونه دیده و چگونه معنا می‌شود. این فصل با هدف ارائه یک طبقه بندی دقیق، جامع و کارآمد از مهمترین دیدگاه‌هایی که انسان‌ها برای فهم ماهیت جهان هستی به کار گرفته‌اند تدوین شده است. این طبقه بندی از اسطوره‌ای ترین روایت‌ها تا علمی ترین مدل‌ها طیفی از جهان فهمی ما را به نمایش می‌گذارند که بستر شکل‌گیری تمامی نظریات و مکاتب فکری تاریخ بشری است. در این فصل بر آن نیستیم که درباره درستی یا نادرستی هیچ یک از این دیدگاه‌ها داوری کنیم. هدف روشن کردن ساختار شناختی و روش شناختی هر رویکرد است. آنچه در اینجا ارائه می شود نقشه است مفهومی که خواننده را آماده می سازد تا وارد بررسی تاریخی نظریات و اندیشمندانی شود که هر یک در چارچوب یکی از این دیدگاه‌ها سخن گفته‌اند. به این ترتیب در فصل اول به تبیین جهان هستی در چارچوب نظری و مصادیق تاریخی و نظریات شخصیت‌ها می‌پردازیم و در فصل‌های بعد مسیر را برای ارائه معماری متافیزیکی جهان مطابق با هدف اصلی کتاب هموار می‌سازیم. این فصل نه درباره جهان، بلکه درباره چگونه دیدن جهان است.